تا حالا غذایی خوردید که اصلا یادتون نیاد چه مزه‌ای بوده؟ چون توی ویدیوی امروز قراره خوراکیایی رو بخوریم که احتمالاً هممون یک بار امتحانش کردیم ولی اصلا مزه‌اش یادمون نمیاد. اینجا ما یه عالمه خوراکی داریم که مخصوص بچه‌ها که احتمالاً خیلی از ماها وقتی بچه بودیم حداقل یکیشو امتحان کردیم ولی مزه هیچ کدومش یادمون نیست. و توی ویدیوی امروز قراره تبدیل بچه‌های کوچولو بشیم ببینیم چی میخورن بندهای خدا، زبون ندارن به ما بگن این چیه. پس حتما همین الان ویدیو رو لایک کنید و چنل ماهان رو سابسکرایب کنید که خیلی زود قراره فیس ریویلش کنیم. اولین آیتمی که خیلی دلم میخواد امتحان کنم شیر خشکه. خیلی با همیشه برام سوال بوده شیر خشکی که میخورم با شیری که ما مثلا شیر گاو میخوریم چه فرقی داره؟ این چی یعنی چی خشکه؟ شیر چی خشک؟ شیر مادر که نیست. یه چیزیه که اینو فرآوری کرده خشکه. میگم ولی این شیر خشکو خام نمیخورن. نه خشک اسمش خشکه. خشک اگه بخوری تو گلوت میره. این راه داره. فقط چون بلد نیستم الان براتون پیدا میکنم چه جوریه. بعد زنگ بزنم به این مادری. الو سلام، خوبی؟ چطوری؟ شیر خشک چجوری باید درست؟ ما الان پودر شیر خشک خریدیم ولی هیچ دستور عملی روش نیست. آب جوش یه پیمانه شیر خشک بندازید. هر چند میل؟ سی 30 میلی. اینا میله؟ یعنی مثلا 60 میل، 90 میل؟ 100 میل 2 تا، 90 میل 3 تا. یه بار دیگه بگو. هر 100 میل آب، هر 30 میل آب. 30 میل یه پیمانه. خب پس من 90 میل میریزم چون یه ذره سخته. 120 میل چند تا قاشق؟ 4 تا. قاشق چایخوری گود. باش دست شما در نکن. خواهش می‌کنم. خداحافظ. فهمیدی چی گفت؟ شیر 600 میل 1 کیلوگرم. قاشق چایخوری. من فقط فهمیدم هر 30 میل باید 2 میلی گرم این خوبه گوده. این گفت قاشق چایخوری ملاقه است این. آجی من بزرگترین قاشق چایخوریمون اینه که اصلا برای چایخوری نیست، برای مربا خوری. ولی خب بذار من الان 120 میل توش آب جوش بریزم. خاک عالم تو سرت کنن. ابله بکن تو آب. خب هر 30 میل گفت یه دونه. 120 تقسیم بر 30 کنی چند؟ 4 تا. آخ سب گود باشه. آره دیگه این گوه. یک. اوه شیر خوش. چرا زرده حاجی؟ حاجی دیدی رفت توش نگاه. آره دیگه. 3 جذب شد رو آب نمون. 4 تا الان ریختم. حاجی بعد این شیر میشه. این غیره. ببین همرنگ شیره. بچه این شیره. شیر. حالا باید صبر کنیم شیرمون سرد شه چون خیلی داغه، دهن بچه میسوزه. فکر کنم الان دیگه خوبه دیگه، یعنی خیلی سرد نشده ولی بچه‌ای که بخواد اینو بخوره بسوزه مرد بار نمیاد. بیا برو بریم. بیا تو لیوان بخور. داغه. ببین من با اینش میخورم داغه. یه دقیقه صبر کن. خیلی دقیقا مزه شیر میده خب ولی شیرش غلیظ‌تره. ببین بوی بچه میده. دیدی میرید خونه یه سر بچه دارن دقیقا بوی خونه اونا رو میده. میدونی بو چی میده؟ بو فرنی خوری مریض میشی مامانت فرنی میذاره جلو. دقیقا بو فرنی میده. او باز فرنی خوشمزه است. این یه شیر بیحاله، یعنی شما شیر مثلا بز، شیر گاو اینا رو که میخوری قشنگ مزه قوی میده. این نکنه کم ماده زدن بهش بیشتر مزه آب میده. این مزه خاصی نداره میدونی، فقط غلیظه. فقط میفهمی که آب نیست. مزه خوشمزه‌ای نداره بگیم مثلا بچه چرا میخورن بچه‌ها؟ چرا انقدر اشتیاق دارن برای خوردن این؟ تا بهشون هم میدی زهر ما. اصلا خوشمزه نیست، خیلی چیز خوشمزه تر هستی. بذار صبر کن. نکنه به خاطر شیرش نیست. ولی در کل جالب، چیز عجیب غریبی نیست. میشه خوب. آره میشه خوب. همون شیر گاو و یه ذره آب ببند توش. آره همون. آره خیلی بدمزه و اینا نیست. اوکیه. چون من شنیدم شیر مادر واقعا قابل تحمل نیست. محصول بعدی مسخره بازی جدید ملت بچه لوز پرور، آب بچه. البته آب مخصوص کودک منظورمه. آب بچه
به نظر میاد بازاریابی جدیده. بذار ببینیم چه فرقی داره. روش نوشته دارای املاح معدنی مناسب برای شیرخوران، آشامیدنی استریلیزه و بهداشتی بدون نیاز به جوشاندن. مگه آبو باید بجوشونیم؟ این آبی که یعنی ما در طول روز از شیر میخوریم، آب معدنی میخوریم، اینا ندارن؟ نمیفهم. اگه آب باید اینجوری باشه همه همینو بخوریم. چرا فقط بچه‌ها آب درست حسابی بخورن؟ ما سگ نیستیم که. چه مزه‌ایه؟ مزه آب میده. ببین احساس میکنم فرقش فقط تو آزمایشگاه میشه فهمید. یعنی از لحاظ خوراکی همون آب خودمونه. قیمتش خیلی جالب. فکر می‌کنی چند؟ 25,000 تومان. چی؟ بله. اینقدر آب؟ بله. یه بچه هم نمیشه؟ پول یه باک بنزین. دیدی میگن مزه آب میده؟ مثلا اگه یه خوراکی خیلی بی‌مزه و شیت باشه میگم مزه آب، این واقعا مزه آب میده دیگه. بچه این خود آبه، این هیچ فرقی نداره. یعنی این برای اینه که شکم نینیشون خوب کار کنه. برای تهیه یه لیوان آب بچه چند تا بچه نیازه؟ 750. محصولی که خیلی اون دست بچه ها میبینیم و واقعا حسودیمون میشه، دلمون میخواد. چیه؟ سرلاک. اوه خیلی هم گرونه. حاجی شنیدم خوشمزه هایی تا حالا نخوردم. این نزدیک 300-400 هزار تومان پولشه. نه بابا همین این اندازه خوبی. این شیرخوشی. این هم بلد نیستم باید چیکار کنیم. یه نصف لیوان اول آب داغ بریم. بس دیگه چقدر می‌خواد بخور. یه نصف لیوان آب داغ بریم. خب بله بعد بلاکو کم به آب داغ اضافه کن. هم بزن گوله نشه. بله کم هم کم بزن دیگه گوله میشه. کم کم اضافه کنیم، هم بزنیم به آب داغ. گوله شد میلاد، دیر کرد. بعد دست انگار هم بزنید باز چه گوله نمیشه. بعد به یه قلزتی باید برسه. خیلی سفت نباید بشه، خیلی شلم نباید بشه. بله اگه گوله شد چیکار کنیم؟ الان دیگه کم کم آماده است. البته همون موقعم که تو بچه بوده از اینا برای تو درست میکردم مثلا قیافش خوشم نمیومد. من همین الانم خوشم نمیاد. یه ذره برات بریز کنم. آره. بیا بسته بخور ببینم سیر میشی یا نه. چه مزه‌ای برو بود؟ ببینم. گندم و عسل. احساس میکنم به بچه ها نباید از این چیزا بدن که خیلی قوی باشه، مثلا شکر زیادی داشته باشه، خیلی طعم داشته باشه. خیلی دیگه طبیعیه. بچه این اصلا مزه خوبی نداره. اوکیه. انگار بیسکویتو پودر کردی خب بعد مثلا با این مایه قاطی کردی. مزه گندم خیلی دیگه قویه. آفرین. عسل نداره اصلا. بیشتر مزه گندم میده تا عسل. انگار مثلا نون خشکو با آب داغ اینجوری ملات درست کردی، کوبیدی، خورد پودر شده نون خشک دم. ولی خوبه. برای اولین بار که دارم میخورم اوکیه. یعنی نه من اصلا خوشم نیومد، خیلیش هم موند. تو بچه‌م بودی خوشت نمیاد. رقبتی ندارم بخورم. اینا رو می‌خریدن تو نمی‌خوردی میمون خراب میشه. لیاقت نداری. محصولات بعدی لبنیات بچه، ماست و پنیر کودک که اصلا کدوم کودکی ماست و پنیر میخوره؟ یعنی اون انسان کودکی که اگر بتونه ماست و پنیر بخوره دیگه خرچه است، بچه نیست، گنده شده دیگه خیلی سرش. بذار ببینم ماست بچه چه فرقی داره. ای تا اینجای کار که همرنگ ماست خیلی هم شبیه ماست ما نیست. خیلی ماست یه ذره می‌بینی نچسبه، می‌بینی؟ حاجی خیلی شله. آره نسبت به ماستای ما خیلی شله، یعنی اینجوری میشه همش به در دیوار. این یعنی واسه یه بار نشد تو عمرم من اینا رو درست باز کنم. یعنی همیشه نگاه کن آخرش اینقدر میمونه. این دیگه یه جوری طراحی می‌کنه بچه حداقل شاید تنها بود دلش خواست ماست بخوره نمیتونه اینو باز کنه. ببین بافتش خیلی شله. آره شلتر از ماستای ماست. از ماست هم شلتره. حاجی امیدوارم این بشور سرلاکو ببره. من خیلی خوشم نیومد. اینقدر بدت اومد؟ آره بابا سرلاک خیلی خوشمزه بود. خیلی خوشمزه نبود ولی حال میداد دیگه. چیز نرمالوی میرفت پایین همینجوری سر میخورد میرفت. بعد ویدیو کی آروغ ما رو بگیره فقط. من میذارم پشت تو بزن پشت من. آره بیا 50-50 رو بغل کنی. بیا یکی مال تو یکی من. چه مزه‌ایه؟ خوشمزه شبیه ماست یونانیه. مزه ماست میده بچه‌ها. نه چرا؟ مزه ماستای عادی که من میخورم نمیده. یه مزه ماست میده که خیلی انگار خوب جا نیفتاد، بیشتر مزه شیر میده. یه خیلی- ترشی خاصی توش هست آره که تو ماستای دیگه نیست. نکنه خراب شده. ببینم
نه این ترشی نه. واسه خراب شدنه نیست این تاریخش نوعشه. اوکیه. آره نه تاریخ داره. این اصلا خوشم نیومد. اتفاقا من از این خیلی خوشم اومد. با ذائقه‌مون کاملا با هم فرق داره. من اگه بچه بودم اینو میدادم یه رب گریه میکردم. این چیه؟ توهین به بچه است. پنیر بچه. به به. اینو دیگه ناموسم بیا درست باز کن. ببین. اینجا دیگه شبیه پنیر سفید خودمونه. بیا بذار با نون بزنم ببینم بچه‌ها سر صبح چه حسی بهشون دست میده وقتی شبیه پنیر خامه‌ای میمونه. بمال بذار یه ذرهشو خالی خالی بخورم ببینم. چه مزه‌ایه؟ دقیقاً مثل پنیرهای خودمون. خیلی خوشمزه است. انگار داری پنیر خامه‌ای می‌خوری. من عاشق پنیر خامه‌ای ام. اوکی بردم چیز عجیب غریبی نیست. خدایی؟ آره بیا. به منم بده ببینم. یه سری خوراکه یه جوریه که منم از فردا بچم. یعنی مشکلی ندارم. میتونم از اینا بخورم. آره. واقعا خوشمزه است. خیلی خوشمزه. تنقلات کودک، اسنک موزی که خیلی گرونه. پفکه؟ نه نوشته استاک میگه استاک فور بیبی ولی از پرینگلز گرونتر. مزه شیرموز میده. میبینی؟ اوف عجب چیزیه بوش. پفکه. اوه 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 خیلی خوشمزه است. واقعا جالبه مزهش حاجی. ببین ته مزه موز ضعیف داره ولی خیلی شیرموز خوشمزه است. پفک شیرموز. آره به خدایی نظرم مزه. ایده خوبیه حتی اگه بزرگسالان هم باشه من میخورم. حداقلش اینه که فکر میکنم دارم چیز سلامت میخورم. آره خدا وکیلی اینا سالم ترین چیزیه که میتونی بخوری. خیلی هم گوگلیم. فقط اگه یه فکری به حال قیمتش بکنن چون این محصول انگار خارجیه. چند؟ خیلی گرون نزدیک 700 800 هزار تومان همین بود چقدر؟ که یه چیز اصلا خارجیه. می‌بینی کاملا خارجی هیچ. جاش این از آمریکا هم بیارن نباید انقدر باشه. یعنی 800 هزار تومان تقریبا. 800,000 تومان بعد چه پول موز دادیم. بچه کوفت بخوره. خب چیکار؟ محصول بعدی پودر آماده حریره بادام و خرما. چه سمیه این؟ حاجی اینم نکن مثل سرلاک باید بریزیم تو شیر. نوشته پودر. آها راست میگی اینا دستور تهیه نداره. بذار ببینم. چون دیدیم دیگه سرلاک هم مزه عسل و گندم بود این یکی مزه بادام و آره. خرماست. چون یه بوی عطاری میده. بو کن. 2 قاشق غذاخوری از محصول رو میریزی بعد به میزان لازم با شیر یا آب. میزان لازم یعنی چقدر؟ بعد نمیشه 3 تا 5 دقیقه حرارت بدید. یعنی مثل اونا نیست با آب جوش همینجوری هم بده. اینو باید بریم بپزیم. نوشته بود 2 قاشق غذاخوری از اینو میریزیم تو ظرف. سرپر یا سرخالی 2 تا سرپر. اینا هیچ وقت من نفهمیدم میگن قاشق منظورشون اینه یا منظورشون اینه. چون این قاشق با قاشق فرق داره دیگه. بعد به این پودرمون به میزان مناسب شیر میزنیم. من چه میدونم چقدر شیر بزنم. خب چند دقیقه بعد بپزیم؟ 3 تا 5 دقیقه باید حرارت بده. یعنی وقتی اسم بچه داری میاد همه فکر پوشک و پیپی و اینا. این سختره باور. کونش یه لحظه میشوری میره. اینا رو کی میخواد درست کنه؟ چقدر ناز و اطوار داره. کم کم داره قوام میاد. میدونی یعنی چی؟ یعنی از اون حالت شل داره یه ذره خودشو میگیره. الان نگاه کن. داره این سرلاکی که خوردیم خیلی هم آفرین. بدمزه بود میشه. عین درست عین همون. دقیقاً سرلاک. این پختنیه فقط. اونو با آب جوش شما میتونستی بخوری ولی اینو ببین شیر میخواد و گاز و شبیه سس شد. ایول. آره انگار داریم سوپ میخوریم. این چی شبیه خمیره این. حس می‌کنم این خوشمزه به تره. نظرم دیگه کافیه این دیگه. احساس میکنم دوباره نباید توش پودر اضافه میکردیم. بریم ببینیم چی هست اصلا این. این خمیر شدیم. آره این فکر کنم زیاد نمه. اوه ببین شبیه مزه شیرینی شب عید. این شیرینی سنتی ها هست. شیرینی برنجی شیرینی نمیدونم خوردن بچه‌ها یا نه. دقیقاً مثل همونه حاجی. انگار داریم خمیر اونو میخوریم. خوشمزه. جالبه آره مزه دقیقاً حاجی یه دوستوری کنجد مشکی هم روش هست. آره سیاه دونه است اونو مثلا.
بچه‌ها میخورن میریزه دیگه. دوستش داشتم اینو. خوشمزه از سرلاک بهتر بود. خدا وکیلی این از همه آیتمایی که خوردیم خوشمزه. آره دردسرش یه ذره بیشتر بود ولی خب خوش حداقل مزه خوبی داره. محصول بعدی شیر تقویتی کودک. شیره؟ آره اینم از این گروناه. این اینجوری نیستش که همینجوری بدی بچه بخوره. اینو مثلا شاید یه کوچولو میدن بچه بخوره برای یه هفتهش بسته. آره اینجوری نیستش که با این سیرش کنی. این تقویتیه، نمیدونم چیه و اصلا یعنی چی؟ آره آفرین عین اکتان میمونه. اوه پشم انگار میخوای به باک بچه اکتان بزنی. قشنگ بچه زود بزرگ میشه. بیا بزنیم. بریم بریم. مزه دارو میده. بوی دارو هم میده آخه این. ببین انگار یه شیری و قشنگ گذاشتن مونده. نکنه مزه شیر مادر میده این. این اصلا این همش هم روسی موسی نوشته، انگلیسی ننوشته. ببینم چیه. مادرای عزیز روسی بفرمایید شیر. محصول بعدی اینم پودریه. هر چی که هست همه چیشو خارجی نوشته، فقط نوشته که یه پیمانه از این میریزی، 2 پیمانه آب یا شیر میریزی و چرا انقدر بچه‌ها پودر میخورن؟ این مارکش دقیقا مارک همون چیپس موزیه است. این فرق میکنه حاجی. ببینم میبینی توش مثل برنج خورده است حاجی. آره یه حالت پودر نداره، انگار یه چیزی رو آسیاب کردن. بوی عجیب غریبی هم نمیده آخه. ببین هلو داره، خب از اینا داره، سیب داره، از اینا داره، با از اینا که نمیدونم چیه. هر چی که هست یه چیز میوه‌ای خوشمزه است. از اولی ذره خالی خالی بخورم ببینم. ماشی تو جهنم. ببین همینجوری چشمی 1/3 لیوان رو از این میریزم. خب حالا 2/3 هم آب جوش باز میکنیم توش. به به. خب این الان باید چیشه؟ این مثل حشره‌های ریزی که مثلا تو آب افتادن نمیتونن فرار کنن. هم میزنیم دیگه. باید حل شه. اینو هم میزنیم. اینا به طور باید مثل سرلاک سفت بشه. بذار ببینم این چه مزه شبیه فرنیه. من اینو نمیخورم. تا الان میگفتی خیلی خوشمزه به نظر میاد. بخور دیگه حالا. بابا این سرلاکه. سوسول. چه بوی بدی میده. آجی دقیقا همون سرلاک خودمونه، نسخه چوسی خارجی. 100 رحمت به سرلاک. با سرلاکه یه تهمزه خیلی ضعیف شیرینی توش بود. این هیچ چی نیست. لعنت بهتون خیلی بدمزه است. بذار منم بخورم. نکنه اصلا اشتباه درست کردیم. آبزیپوه. پودر شیر بادام با طعم زعفران. این برای بچه‌هاه. اینو من اشتباهی خریدم شاید. هیچ اثری از بچه روش نیست. احساس می‌کنم مال خودمونه این. پودر شیر بخوریم. آره پودر شیر بادامه. ببینم توش. این شبیه همونه. هم این بود. این شبیه اینه. یه طعم دیگه هم اینجا هست. پودر شیر بادام با طعم کلاسیک. بریم ببینیم این دوتا چه مزه‌ایه. روش نوشته 20 گرم بریزید تو لیوان، بعد آب جوش بذار. اصلا من چه می‌دونم 20 گرم چقدره؟ من ترازو دارم. اینقدر آب جوش بس دیگه. اینم حاجی همرنگ همون اول شیر خشکه است. یعنی دقیقاً همرنگ شاشه بابا. کدومشون چه مزه‌ایه بود؟ این کلاسیکه. این کلاسیکه. اون یکی پودر شیر بادام با طعم زعفران. این زعفرانی است. اصلا رنگش مشخصه. آره. من علاقه خاصی ندارم اینو امتحان کنم. اینو تو بخور. بده من. به سلامتی مادر که به ما شیر داد و پدر که به ما نان داد. بریم. برو بریم. داغا حواست باش. چه خوشمزه است. پشمام این چقدر شیرین خفنه. خیلی خوب. قشنگ مزه بادومو دارم توش حس میکنم. خیلی بچه‌ها این خوشمزه است. آره. خوبه. قبلی‌ها رو شست برد. اینجا رو ببین. برای حسن ختام یه چیز متفاوت دارم. این چیه؟ شیر خشک بزرگسال. نه بابا. من بزرگسالم. من شیر خشک خرس گنده شدید دیگه بسته. نوجوانم نه بزرگسال. یعنی مثلا یکی که 50 یکی اندازه من. دقیقاً. یه نره خر گنده. بله. میخواد شیر خشک اوه چه بوی. بو چی میده؟ بوی بدی میده. بده بو کنم. بیا بکن. بو آرد میده. نمیدونم. دقیقاً. بعد دستورالعملش هم مثل شیر خوش بچه است. اینجا یه خورده میریزی بعد یه عالم آب. احتمال داره. حاجی سماورمون دیگه داره خشک میشه. جان نداره دیگه.
دستش زده به کمرش اینجوری وایساده. اوف کرد اومد. حاجی یادم رفت شیر خشک نباید اینجوری میریختیم. گوله شد. حاجی شبیه بستنی وانیلیه. چیکارش کنم اینو؟ شبیه بستنی و شیرموزه. حاجی یادته که گفت 30 میلی لیتر در مقابل 200 میلی لیتر. این اصلا روی این شیشه تو میلی لیتر میبینی؟ حاجی این توش حل نمیشه. بریز دود. نگاه کن میبینی؟ حاجی ریدیم تو سینک و زندگیمون. سینک میگیره، مطمئنم سینک میگیره. بعد قرار بود اول آب دوش بریزیم بعد شیر. ما اول شیر ریختیم مگه. یادم رفت حاجی بچه‌هاتون دست من نسپاریدا. شیر خشک بزرگساله که این چرا مزه توف خردسال. خب ما الان توی فرداییم. با احترام با آقای خیابانی الان دیگه دیروز نیست، الان فرداه. ما دیشب شیرا رو خوردیم، یه ذره تگری مگری هم زدیم، ولی امروز 2 تا محصول جدید اومده برامون. اینا دیگه چی هم؟ این نمیدونم چیه ولی این شبیه بیسکویت بچه است. آره. مثل بیسکویت مادر ما میمونه ولی خارجی آفر بیسکویت مادر داریم، بیسکویت بچه داریم. بیسکویت مادر مال مادراست. بیسکویت بچه رو بچه ها میخورن. اینه بوی بیسکویت میده. بذار ببینم که چه مزه‌ایه؟ اینو منم با این دندونام نمیتونم بخورم. چرا به بچه خب دیگه اینو مثل بیسکویت مادر باید بریزی تو شیر له شه. حاجی دقیقاً مزه سرلاک میده. بخور. آره دقیقاً. دقیقاً خود سرلاک. مخصوصا منی که از سرلاک بدم اومد چرا باید بیسکویتشو بخورم آخه؟ اینو میتونی تو آب حل کنی اینجوری شد بدی. آقا این 100% سرلاکه. آقا این سرلاک خالص چیه؟ مزهش با سرلاکی که خوردیم هیچ فرقی نداره. حتی اینجا فکر کنم نوشته با شیر بخورید چون همه چیز خارجکی مانجکی. آره نمیدونم ترکیه یا روسی، به هر حال زبانش نه انگلیسیه نه فارسی داره. فقط یه شیر میبینم که احتمالاً منظورش اینه که بریز تو شیر یا با شیر بخور. آره دیگه. ولی این چیه؟ اوه حاجی این دیگه باور کن سرلاک سرخوده. این سرلاک آماده است. وای دنیای بچه‌ها خیلی عجیب نیست؟ یعنی سرشو میزنی تهشو میزنی آخر از توش سرلاک در میاد. اوه حاجی این چه ترشه؟ وایسا بخورم ببینم. خراب شده. تاریخ داره که الان به میلادی دارم میبینم. ما هنوز 2 ماه فرصت داریم اینو بخوریم. نه کن این ترش نیست که. این مزه سیب میده. آها سیبه؟ آها اول میکردم باید شیرین باشه. حاجی سیبو برداشتن پوره کردن ازش اینو در آوردن. چه خوشمزه است. الان که فهمیدم سیبه خوشمزه است. حاجی خیلی خوشمزه. الان انتظار سرلاک داشتم گفتم چرا ترش شده. الان میفته. خوبه. حاجی میدونی مثل چی مونه؟ چی؟ این چیزه هست توی هفسین. سمنو این سمنوه ولی با سیب. ببین اصلا چرا سمنو رو با سیب درست میکنه؟ حاجی من سمنو دوست دارم ولی عاشق این شدم. خیلی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است بچه‌ها. الان با دید سیب بهش نگاه کردم دیدم چقدر خوشمزه مزه سیب میده قشنگ. انگار سیبو براش اینجوری مونولیکسش کردی. بعد این درش هم میتونم من حتی برای شما درش رو دیگه میذاشیم و بخوریم. نه درش مال من خودش مال تو. دمت گرم. آجی این دوتایی که امروز رسید واقعا 10/10. نه اینو نیستم. حالا این میشه گفت 4/10 باز میدونستم 10/10 منظورم اینه که 9/10 1/10. مرسی که این ویدیو رو تا اینجا دید. اگر دوست دارید بریم غذای پیرمردا رو هم بخوریم حتما تو کامنت بنویسید.